سبحان الله ملک القدوس رب الملائکه و الروح. سلام خدمت شما دوستان و دنبال کنندگان محترم، به نام خالق یکتا. امروز هم در خدمت شما هستم در باب جلب رزق که انشاءالله با این عمل فوق‌العاده راحت به اذن الله نتیجه خیلی خوبی خواهید گرفت. و شما نیاز به یک شمع سبز دارید. اگر شمع سبز نتونستید تهیه بکنید، یک شمع سفید که در کلیپ های قبلم توضیح دادم. این اعدادی که می نویسم و شما روی شمع می نویسید و اجازه می دهید کامل بسوزد. می توانید این عمل در محل کارتون انجام بدید، میتونید در منزل انجام بدید و این دستورات نه نیاز به اسراف داره نه نیاز به تحسین داره، ولی حتما باید برای این عمل 2 رکعت نماز به نیت اجابت عمل بخوانید و هدیه کنید به خدام این عمل و در حد توانم صدقه به فقیر بدهید و بعد شمع روشن کنید و این اعدادی که می نویسم 1 6 5 3 7 8 4 5 7. مثلا برای احمد ابن فاطمه و اگر خانوم بود اسم خانوم رو می نویسید و اینجا بنتو می ذارید. اینو با سوزن روی شمع حک می کنید طبق دستورات قبلی که در کلیپ های گذشته آموزش دادم و اجازه میدید این شمع کامل بسوزه و اصلا تا زمانی که شمع کامل نسوخته شما اصلا جابجا نمی کنید و عرضم موضوعتون خاموش نمی کنید و اجازه میدین کامل این شمع بسوزه و یک بخور خوش عطر هم حتما کنار شمع روشن بکنید. و بعد نکته بعد کارت بانکیتون رو شما اون قسمتی که اسمتون نوشته با یک ماژیک یا یک قلمی که پاک نمیشه 1 ستاره میزنید، عدد 51 رو مینویسید و 1 ستاره دیگه میزنید. انشالله با این عمل شما جلب رزق خوبی رو خواهید داشت انشالله به اذن الله و حتما بندرم از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید و ازتون عاجزانه میخوام که حتما نظرات خودتون رو در کامنت ها برام بگذارید. خواسته هایی که دارید نسبت به چیزهایی که هستش کامنت بذارید واسم و حتما کانال بنده رو سابسکرایب کنید، دنبال کنید که انشالله به اذن الله بتونم آموزش های بهتری و به اذن الله و سریع الاجابه رو در خدمت شما عزیزان قرار بدم و حتما بنده رو از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید و نیت اصلی هم به اصرار شاگردها بود که من این کانال رو راه اندازی کردم فقط برای خدمت رسانی به شما عزیزان که انشالله از این دستورات بتونید به خوبی استفاده کنید و بهره مند باشید.